السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک دی ما و شما را نگهبان باشه. این حال ما در شهر یکترینبورگ قرار داریم، در بگیم خانه برادرمان. در خانهش بگیم حجامه میکنه و همچنون دارو برای فربشیدن و خراب شدن بسیار نوعی چیزا هست. الحمدلله برای هر یک ادمیت که الحمدلله دعا کردیم که ساق و سلامت رسیدیم. این حال در یکترینبورگ بگیم در جای مکانی برادر قرار داریم. دکان بگیم بسیاری نوع داروها هسته. الحمدلله برای انسانانی که میخواه فربشیدن بد حالتش که ما را خراب بدیم، یعنی همین دارو ما استفاده بردگیم. برای انسانانی که میخواه ویس بگیرن فربش هم گوزباله شوند، میدونی که دارو انشاءالله استفاده برین. 10 کیلو 12 کیلو تا 14 کیلو را مثلا وزن میتم. مثلا من خودم 14 کیلو وزن گرفتم اینو در وقت سال 2000 الله اعلم 2014 بود، 13 بود، 15 بودم، خیلی بود. مثلا وزن گرفتم با خود من خراب کرده ایسم با واسطه داروی فتزار بود. از من برا بیام اینه حاضر من میاموشه اگر بیاموشه خلاص دیگه صورت چه میمونه در اینجا فتزار با صورت چه همین در ام یکترینبورگ هم هسته، در شهر مسکو هم هسته. مثال در ویدیو هم دیدیم خراب شدگیم شکم داشتم پیش بازی دیدیم نیست الحمدلله، یعنی خراب میکنه با واسطه هم دارو و هم کم میخرین داشت و کمتر میخرین اون کم میخرین. و همچنین قرآن های تاجیکی با زبان تاجیکی بسیاری مردم، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که طلب علم کنین. بسیاریش میگن ما خواندن نمیتونیم عربی را، در اینجا هم تاجیکی و هم عربی نوشتش دیگه. مثال بگیریم در اینجاش عربی قال قد اجیبت دعوتکما، در اینجاش معناش چی نوشته؟ مثلا قل اعوذ برب الناس و معناش در پره چی نوشته؟ الله سبحانه و تعالی چی گفته برای ما و شما؟ یک قرآن تاجیکی قرآن میتونید که انشالله زنگ بزنین. اکثر قصه سازی رقم ها رو اکران یک کتاب و برای انسانانی که قرآن خوانده میتوانن و اما بگیم ای جهتی که زرینشون سسته تنقیسی میکشن. قرآن های بینیه قرآن های خوب چاپی زرد بگیم چشما نمیزنه. چند قدری که بخونین انشاءالله با هم قدر دیگه میفراتو که بخونین. بعضی حالات ها میشه که بعضی انسان هستن که تکرار میکنه. مثال بگیریم یک صفحه را 40 بار، یک شعر 40 بار، مثلا تو اینکه مثال همون حفظ مکمل شد و اینکه فراموش نکنه. برای همونا مثال بگیریم خیلی زرد چاپی ترکی بگیم صورت کعبه دای پرش میتونیم که انشاءالله رقم رو اکران زنگ بزنیم. و همچنان هو الله الذي لا اله الا هو، نام های خداوند در این پره نوشته شده. در این پرش هیچی نداره برای اونی که قرآن رو پاکش میمونه. در اینجا میتونیم که نام های الله سبحانه و تعالی هر روز از یاد کنین یا تدته و چکار کنین و هم قرآن بخونین. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، و نام های بهترین و زیبای الله سبحانه و تعالی دعا طلب کنین، الله دعاتون استجاب میگردونه. مثلا ببینید خیلی زرد خوب که هیچ چوب عربی های یعنی زردش بگیم زرد کگه تو اینکه چشم نزن در حالت خوندن. و برای انسانانی که مثال بسیار قرآن میخونن و بعضی انسان هستن که نو قرآن میگیرن، برای همونها میتونن که این گونه قرآن نوع تحفگی پدرکشون کنین. بهترین قرآنن الحمدلله، همه قرآن بهتره برای انسان میخوندگی. و همچنین دوخی شیک یکی از بهترین دوخی ها هسته، هم در یکترینبورگ و هم در سن پترزبورگ و هم در مسکو مترو لوبلینا هستن. همین با خودمون استعمال میکنیم. بگیم اوریجینال کورکو قدی بگیم همه چیش بگیم پراموی زکاس کردیم الحمدلله روی کردگیم به نهایت بوی خوب دارم، حتی روی چاقا کش بوش هم میفهمی. و اون خاطر برادران عزیز و همچنین این ماشینکایی که بدن ایندیکاتور داشتن ذریعه چه نشان میده، تایپ سی ذریعه میگیره و همچنین پرستایش عادی ترشان 900 روبل 1000 روبل میتونین که انشالله زنگ بزنین. رقم ها در روی اکران، برادرها در خدمت هستند. کسی که حجامه میگیره انشالله و همچنین جای موضوع 300 سوم 400 سوم انشالله میتونین که بگیرین، یعنی میتونین با همراهتون یارو بگیرین مایده کنه در قفای ماشینمون انشالله که در
پرتفلتون که بگیم خیلی جای نمازها هستن الحمدلله. فقط میتونید که زنگ بزنین و به جا و مکانی ما را بیاین، ما در خدمت هستیم. حجامه چه کنه؟ حجامه کدمی یک حجامه میکنه یا جای نماز پدرکش میشه با کسی که حجامه انشاءالله که میکنه یک جای نماز تحفه کرده میشه. ببینین جای نماز بهترین برای انسان نمازخوان. حرکت کنین نمازها رو بخونین. بسیاری برادرها سبحان الله وقتی ما در راه اومدیم بسیاری انسان‌ها رو دیدیم که دست دمه دوچار شدگی هستن. در جای همونها میتونستیم که ما و شما باشیم و بخاطر الله سبحانه و تعالی که وقتی ما و شما رو نآورده است پیش از آنی که مرگ بالای ما غلبه کنه چیکار کنیم؟ طاعت عبادت الله خوبتر و بهتر و بیشتر کنیم. برای انسانانی که استمهر درد دارن بگیم پشتشون در میگنه، رگ میکشه، بگیم پاهاشون خواب میبره، دستاشون بگیم رنگی که موج میزنه، بگیم انیمینیا داره، مثال بگیم شاخ میگن وقت برای اونها برای سرکولیت خون حجامه به نهایت فایده خوب داره. فقط میتونه که انشاءالله زنگ بزنید رقم های روی اکران 822 359 99 98 در خدمت هستیم. و همچنین برای انسانانی که مویسرشون میریزه، ریشهشون میریزه، شامپون ها هستن برای اونها، شامپون ثواب، ریچپ، چند نوعی بگیم واتیک هست، چند نوعی شامپون ها هستن، اپاراتور مساج کنک ها هستن برای انسانانی که یعنی مساج کردن میخوان خودشون میتونن که بدنشون سرکولیت خونشون خوب شوه، خونشون نبره. بگیم هستن مشروع کنه رو بگیم اپاراتور مساج کنک ها. اپاراتور مساج کنک ها میتونید که انشاءالله زنگ بزنین، یعنی غلطی دیگه خلاص که همونطوری چند نماش هسته برای انسانانی که میخواه مساج کنه خودشه یا که برای پدران کلانسال دارن، مادران کلانسال دارن، برای اونها منفعت خوب داره. فقط زنگ بزنین هم دستافکه کرده میشه و در دور یک تریمور باشن انشاءالله به خونه هاتون میبرشون. این یکی از بهترین بگیم اپاراتور مساج کنک ها انشاءالله زنگ بزنین در خدمت هستیم. باقی در امان یا الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.